با سلام و تشکر از حضور تک تک شما خانم ها و آقایون که این مجلس ما رو رونق بسیار خوبی بخشیدین و این جلسه‌ای که ما انتخابات داشتیم در استان تهران و جلسه بعد ما رو واقعا رونق بخشیدین و من دوست داشتم در شرایطی بودیم که اوضاع خیلی بهتر بود که ما رو برنامه‌های آتی، رو پیشرفت‌ها، رو کارا میتونستیم صحبت داشته باشیم. اما الان متاسفانه برنامه که هستش ما روی بقای خودمون داریم صحبت میکنیم که این سند به جایی رسیده که ما رو بقای خودمون و رو موندنمون داریم صحبت میکنیم. شرایط اصلا خوبی نیست. ما شرکت هایی داشتیم که 30 سال 40 سال کار کردن با تعداد نیروهای خوب. متاسفانه خبر داره میاد که یکی پس از دیگری رو به تعدیل نیرو آوردن، رو به کاهش نیرو آوردن، بازار ندارن. این از این طرف خیلی ما رو نگران کرده. از طرف دیگه هم ما یک شاخص اتاق بازرگانی در میاره شامخ که به اصطلاح اون شاخصی هستش که از مدیران خرید واحدها اطلاع گیری میکنن. اگر این عدد هولوش 50 باشه نرماله، بالای 50 باشه یعنی رو به رشده، اگر زیر 50 باشه نشونه خطر هستش. شامخ صنعت ما متوسط رسیده به حدود 42 کل صنعت و بدتر از اون شامخ صنعت خودرویی که ما درش هستیم اومده رو 24 و این بسیار خطرناکه و ما میخوایم که همه به فکر باشن. جناب سیجانی، واقعا تو این شرایط این صنعت الان اون چیزی که یه عمر زحمت کشیده الان در معرض خطر قرار داره. سوال این هستش که آیا راهکار وجود داره؟ بله. راهکار این هستش که قدم اول دولت محترم بیاد به بخش خصوصی اعتماد بکنه. این اعتماد به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بخش خصوصی ما قادر هست، توانمند هست و میتونه همراهی و کمک بکنه. اگر در این زمینه دولت محترم بیاد و کار رو بسپره به بخش خصوصی و به اونا اعتماد بکنه، این باعث میشه که بخش خصوصی با تلاش بالایی که داره بتونه از این بحران نجات پیدا بکنیم. و این قضیه الان مطلب 1 2 تا 1000 تا 10,000 تا شغل نیست. ما جمعاً در صنعت خودرو 550,000 شغل رو برآورد کردیم. خب اگر این بخواد دچار آسیب و مشکل بشه اصلا تبعات اجتماعی بسیار زیادی داره و ما تمام این مطالب هم حالا برای شما عزیزان اینجا داریم میگیم، اما همه رو سعی کردیم، تلاش کردیم که به مقامات، به مسئولین، به رئیس جمهور، به قوه قضاییه، به همه جا منعکس کردیم، در رسانه‌ها منعکس کردیم، در صدا و سیما و در همه جا این مطالب هم گفتیم و هدفمون این هستش که جامعه رو هوشیار و بیدار بکنیم که تو این قضیه بیان با ما همکاری بکنن. بحث دیگری که وجود داره، ببینید الان یه بخش عمده‌ای که مشکل صنعت قطع سازی ما هستش نقدینگیه. نقدینگی چرا الان دچار مشکله؟ برای اینکه خودروساز ما برآورد کردیم تو این اخیراً 280,000 میلیارد تومان زیان انباشته داره. 280 همت. چرا؟ برای اینکه خودرو تموم میشد 50 میلیون میگفتن بفروش 40 میلیون، خودرو تموم میشد 100 میلیون میگفتن بفروش 80 میلیون و. یعنی در حقیقت خودروساز ما تو این فاصله از بعد از سال 90 تا الان
پشت هر خودرویی که تحویل مردم میداد یه بسته پول 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون هم میذاشت و تحویل مردم میداد. خب اینا جمع شده و این 280 همت زیان رو به وجود آورده. خب این زیان رو چیکار کردن؟ یه بخشش انداختن به دوش ما قطع سازا که ما برآوردمون حدود 150,000 میلیارد تومان بدهی 0 روزه خودروسازی و قطع سازا داره. یه بخشش انداختن از بانک ها وام گرفتن و حالت خیلی گرفتاری بدی به وجود اومده. حالا دیگه الان متوجه شدن همه که این روش اشتباه بوده، باید بیان یه تصمیم عاجل و قطعی بگیرن و اون هستش که واقعا فاصله بگیرن از قیمت گذاری. حتی ما اگر خاطر عزیزان باشه همیشه شاکی شورای رقابت بودیم که چرا قیمت رو پایین میذاره. الان انقدر فشار سنگینه میگه آقا به همون تصمیم شورای رقابت ما راضی هستیم، همون رو بیایید اجرایی بکنید. شورای رقابت کار سپرده سازمان حمایت در مورد 27% باید افزایش قیمت داده بشه. در چه شرایطی؟ که نرخ ارز از 38 تومن شده 68 تومن، نزدیک 2 برابر، دستمزد 40% رفته بالا، آب و برق و گاز و همه اینا دیدین که با چه قیمت‌های افزایش پیدا کرده. اینا در بودن 27%. حالا دولت محترم اومده گفته نه این 15% بسه. طبق قانون بند 90 اصل 44 اگر دولت بیاید و در جایی قیمت گذاری بکند بایستی اون ما به تفاوت این قیمت گذاری رو که اون واحد ضرر کرده رو پرداخت بکنن. اما جان پیر محمدی تا حالا 1 ریال شده بیان بابت این قضیه بگن آقای خودروساز تو ضرر کردی این 1 ریال جبران ضرر زیان؟ به هیچ وجه. لذا ما استدعامون از دولت محترم این هستش که به همون قوانینی که خودشون گذاشتن مجلس محترم گذاشته احترام بذارن و بیایند و قبول بکنن که این کار طبق همون روالی که انجام گرفته انجام بشه که خودروساز ما دچار ضرر و زیان نباشه. و آخرین نکته، برای اینکه من وقت زیاد نگیرم عزیزان دیگه هستن، آخرین نکته، ببینید ما الان اومدیم در شرایط کشور هستیم همش داریم میگیم آقا ارز نداریم، کم بوده ارزه، باید بیایم کار بکنیم، داخل بکنیم. اما درست در همین شرایط اومدیم داریم به واردات جایزه میدیم. قبلا واردات نرخش 55% بود، مجلس تو قانون برنامه آورد اینو کرد 100%، الان دولت اومده کرده 20%. یعنی در حقیقت انگار، حالا چرا میگین شاید این به خودروساز داره مهاجر صدام در میاد؟ به خاطر اینکه هر چیزی که طبق قانون گمرک اگر یک مجموعه‌ای تعرفش 20%، اجزاش دیگه نمیتونن زیر اون قیمت باشه، باید قطعات اون بشه 5%. و این راهی هم که ماها داریم و این همه زحمت کشیدیم هم راهش باز میشه که همه چی از چین و از غیره بردارن بیارن و تو کشور بهمون بدن. لذا ما استدعامون این هستش که اینو دولت برگردونه یا حداقل به اون روال قبلی که 55% بود. ما به 40% هم راضی شدیم، اما مثلا قانون میگه 100% که جلوی واردات بی‌رویه گرفته بشه. این اما استدعامون هستش که واقعا دولت تو این زمینه کمک بکنه و انجام بشه. من اینجا جا داره که یه تشکر ویژه از گروه ایران خدا داشته باشم که واقعا هم در شب عید هم در این شرایط سخت همراهی بهتر و قابل توجهی با صنعت قطع سازی داشتن و با شرکت سایپا که الان چکاش خیلی برگشته، حالا بازم جلسات و کار داریم دنبال میکنیم. اگر دولت کمک بکنه یکی 20 همت به این 2 خودروساز کمک بده، اونم نقدی، که به قطع ساز بدن و چکاشون رو پاس بکنن، ما ممنون و سپاسگزارشون خواهیم بود.
از اینکه مصدق اوقات شدم سپاسگزاری میکنم و عذرخواهی میکنم. مرسی.